یک جورایی هم حس ایران به آدم میده به خاطر صمیمیت آدماش و این چیزا. خیلی به نظر من حس ایران به آدم میده. ببین خانم اینجا واسده منتظر مسافر منتظر باشیم و اینکه این نفر آخری هم منو آفیسر آخری من نگه داشت. من که هم پاسپورتم چک کردم، یه پاسپورت من دوباره ببینم تو قیافت شبیه مراکشی هست بعد پاسپورت رو چک کنم گفتش که باید ببینم اصلیت مالا کجاست. یعنی کلا فاز فضولی دارن مثل ایران، فاز فضولی زیاد. هواش خیلی خوبه، هواش عالی ایرانه. مثلا فکر کن جاده های تهران تو خرم آباد میشه مثلا همچین حالتی غیر قشنگ. هواش عالی سرد. سلام. یه چیز دیگه که فهمیدم، دیدم ترجمه کازابلانکا رو زده کنار کازابلانکا و انگلیسی زده دارالبیضا. من نمیدونستم که آقا ترجمه چیز میشه دارالبیضا. دارالبیضا میشه خونه سفید. حالا کازابلانکا هم پرتغالیه. احتمال زیاد از زمان حمله پرتغالیا اینجا به اسم کازا یعنی خانه پرتغالی، یا به اسپانیایی خانه کازا. بلانکا میشه سفید. کازابلانکا خانه سفید یا وایت هاوس یا همون دارالبیضا. و اینم ترافیک داخل شهر واقعا خیابونه قشنگ و شیکی داره که با فاصله بسیار زیاد من فکر می‌کنم که یکی از محبوب ترین شهرهای عربیه که من تا حالا رفتم. نمبر 1 واقعا نمبر 1. از دبی هم خیلی اصلا قابل مقایسه نیست. خاطر طبیعت قشنگ و این دکور و این چیزایی که زدن فوق‌العاده. مثلا این درخت‌ها رو چه قشنگ در خونه‌ها بالا، اصلا آب و هوا یک آب و هوا خوبی یا خنک، چون هوا سرد نه خنک عالی. عاشق این کشور شدم در ثانیه اول. این ایربی‌ان‌بی که گرفتم خیلی جای خوبی و ارزونی گرفتم. این استودیو گرفتم، همین تا دکورشو به هم نزدم. این تختشه، تلویزیون داره، میوه واسه من گذاشته، همه میوه واسه من، آلو زرد فلا مثل ایران. تلویزیون گفت تو یخچالم چیز میز واسط گذاشتم. ببین گفت شیر واسط گذاشتم. گفت اینا همه واسه تو، پنیر، شیر، جوس، تخم مرغ، whatever you can use, and I have also coffee. He told me گفت برات این تو چای و قهوه اینا گذاشته. یه مایکروفر آون داره و از اونا فکر کنم این مایکروفر نیست، آونه. جالب. تازه از این هم داره، مثلا میتونی بیرون نگاه کنی چه خبر برای امنیت و این چیزا. جالب، خیلی جالب. این ایربی‌ان‌بی که گرفتم تو ساختمان بیرونشه، داخلش خیلی خوبه. این روبروش از اینا داره شبیه ایران، از این اونایی که هندیان درست میکنن. نمیدونم توش چی داره ولی 100% خیلی خوشمزه و خیلی دوست دارم امتحان کنم. بعدا میام امتحان میکنم. سیکرمان دارن. باید بگم که کازابلانکا برای من یعنی ساعت اول هم مثل رسیدم. عین رویاست، عین ایرانه.
یعنی فکر کن که همه کشورهای عربی، ایران، همه رو با هم رفتی، اروپا هم رفتی یه بخشیشو. خیلی جالبه. آدم ها خوبه، خوش برخوردن، قیمت ها ارزونه. الان مثلا یه املت با مرغ زده 30 درهم، یعنی $3. فکر کن فکرم افتاد خدایی. بعد این کافه های این دور و بر پر موسیقی زنده است، خیلی خفنه. واقعا من از شهر خوشم آمده، عین ایران. فکر کن عین ایران، از این بلالا دارن. اصلا نگم برات آقا، شور و شعف و شوق در چشای من. عین ایران فکر کن. یا خدا ببین خیلی باحاله. این گفت اینا چیه؟ What is حلزون؟ خدایی بکنه حلزون. واو ببین حلزون. I try one. Like this? Wow, thank you so much. بابا ببینید. حلزون خوردم. How much are these? Huh? How much is this? Huh? How much? No, منكم. Huh? 10? 20 درهم. 20 درهم. 20 درهم. Huh? I'm just يا 10 درهم. 20 درهم. 20 درهم. Shut up. He says 10 dirham. You said 20 dirham. No. این یارو میگه 10 درهم، میگه 10 درهم چه $1 خیلی ارزونه. بابا حلزونه چقدر خوب بود. عدلیه بهش زده بودن، خیلی خفن بود. خیلی خفن بود. حلزونه بزرگ بود. حلزون توی هلند خورده بودن، اینقدر بزرگ و خوب نبود. این خیلی خفن بود. آقا از این حلزونی ها زیاده. دوغ هم دارن، حتی دوغ سید علی هم دارن. دوغ سید علی اینجا میفروشن. چقدر خفن. خواهر نمیده چی میفروشن. از خودم هم میتونستم خون بگیرم. برای چی کلوچه دارن؟ یه چیز عجیبی که همه تو این کافه ها نشستن، همه رو به خیابون میشینن. یعنی داخل مغازه هم همه رو به خیابون. خیلی برام عجیبه. مثلا انگار که اینجا یه رژه چیزی برقراره، نمیدونم. خیلی عجیبه برام که همه رو به خیابون میشینن. همه رو به خیابون. هر جا میبینم رو به خیابون همه نشستن. خیلی جالب. توی میدون شهرم برای طرفداری از فلسطین تظاهرات برپاست که خدا از عذاب این صهیونیست‌ها نگذره. واقعا خدا از عذابشون نگذره. وغزة في السحاب رجال، غزة في السحاب رجال، هم داونتاون اینجا پر مغازه، اون ور پر مغازه. اصلا یک اوضاع خیلی خوبه اینجا. این ایران چه غذای دریایی خیلی زیاد دارن. خیلی
بازارش بازه کرد یا روز شنبه است، بعضی شب باز نکن. همه جا از این کیتریه میارن چای برد، خیلی جا داره، خیلی جا. این کشور واقعا یک کشور رویایی. فکر کن یعنی شما فکر کن رفتی زمان ایران، زمان شاه مثلا تو بازار ایرانی، تقریبا همچین هستی. Turn right. Turn left toward Place de Belgique. اینجا همین کوچه های قدیمیه، یعنی مثلا این خونه قدیمی ها راشن هتل کرده. ببین مثلا این دره چقدر قدیمیه، دیگه پوسیده شده بود. این دره چقدر قدیمیه. Slight left. از این نجاریه که قبلا تو ایران بود. Turn right. کازابلانکا یعنی من که خود مراکش نرفتم، شهر مراکش نرفتم، شهر کازابلانکا اومدم اینجا. با فاصله زیاد بهترین شهر عربیه که من رفتم، با فاصله زیاد. من واقعا عاشق این شهر شدم، خیلی. ببین سوپرمارکت این ایران قدیم. شو ما تحت الماكينه عندكم سامعك مين اخويا مين اخويا این بغل کوچه دریاست، این دریاست، این کشتی‌هاست. اینجا باز بازار چیزیه. انشالله که بیاین این شهر رو زیارت کنید، واقعا خیلی خفنه این شهر. من واقعا عاشق این شهر شدم، خیلی خوبه. حتی بستگی به طبیعت هر کسی داره، شاید بعضیا مثلا اینجور جاها رو دوست نداشته باشن، ولی من عاشق این جاها. یه چونه هایی که برم به اون باید این آقا صدف میفروشه. ببین شو دخل قلبتيها ولا لا ما قلبتهاش. هاد الفوط نديرو ليها انا سيدي بدنا نصيدهم لابد. صافي ماشي مشكله.
نسيتهم خويا. راح صريح راح جديد. فري تبعد هذا الشيء. ترى باقي راي النمرة راه سميتو. هكاك الموس. سير. كل شيء على الماء. اش كاين؟ كاين المعنى خذ دوق.